ассалому алайкум шунавандагон ва бинандагони арҷуманд. тӯи чанд дақиқае ман Матлуба Салимзода бо шумои азиз аз студияи марказии радиои Муҳоҷир шаҳри Москав дар барномаи сугуворӣ. афсӯс, афсӯс ки сармоя зи каф берун шуд. аз дасти аҷал басе ҷигарҳо хун шуд. чакидае дар сугувории шоир муаллифи матни суруди миллии Тоҷикистон шодравон Гулназар Келдӣ, ҳунармандон Ҷурабек Назриев, Ҷамшед Исмоилов ва Баҳром Ғафурӣ, ёдашон ба хайр. дарду ғам ва лаҳзаҳои фироқу суг ҳамеша барои насли одамӣ дар ҳар давру замон шарику дунболгири ҳаёти инсонист. ин амал рӯзҳои охир аз гузашти ҳазорон насли одамӣ эҳсос карда шуд. алалхусус гузашти олимон, донишмандон, табибон, ҳунармандон талафоти бузург дар ҷомеа мебошад. касе ҳаргиз намедонад ки роҳаш то куҷо пайдост. касе ҳаргиз намедонад ки роҳаш то куҷо пайдост. валекин дар ватан мурдан буд бемаргии инсон. даме ки пуштаи ту мешавад аз хок болотар, ту боло мекунӣ хоки ватанро як ваҷаб алон. намедонам кӣ меҳре мебарад сӯи мазори ман. намедонам кӣ меҳре мебарад сӯи мазори ман. ва ё аз ёд хоҳад шуд диёри ормони ман. вале боди ватан дорад шабу рӯзи маро обод. вале санги ватан монад ҳамон санги нишони ман. гулназар келдӣ. ёди муаллифи матни суруди миллии Тоҷикистон ва суруди анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон пайванд, дорандаи чандин ҷоизаву мукофотҳо, ба хайр бошад. غمی دردی سر گرفتم تبی هجر زد شب خون راهی چشمی تر گرفتم بدلی شرار افشون قدر شرار گرفتم همه تنزی آتشیدی چو چنار در گرفتم زی دلم خبر نداری زی دلت خبر گرفتم زی دلم خبر نداری زی دلت خبر گرفتم با جهان نمانده هرگز قدر مهربانی سری خود کشیدم آخی با دیاری به نشانی با هوای شاه بازی زی کمال ناتوانی پر و بال می نمودم شو تذر می بوستان
نبود حاضی دل خستم غمی خود با کسی نکرد راهی زی غمی پدید بودم بانی حال سر شاکی زی دراز آرزویی منی دست کوتا آخی نه تو را ببر کشیدم نه دل از تو برگرفتم نه تو را ببر کشیدم نه دل از تو برگرفتم بکرش نی تجلی روحی سعید و بی غیرت شده آشنا تسلی منشین دیگر چو مجنون با خیالی وصل لیلی با تلاش توش سنجد نشوی بدون تسلی چیزی فرقادی آن بود کلهو کمر گرفتم چیزی فرقادی آن بود کلهو کمر گرفتم زی دلم خبر نداری زی دلت خبر گرفتم بله، زی دلم خبر نداری زی دلت خبر گرفتم. عزیزان، بیایید نسبت یکدیگر بی تفاوت نباشیم، قدر هر یک لحظه رو بدانیم. هموطنان عزیز، بیایید همراه بشنویم شاعره خوشکلام ما بانو گلرخسار چه خاطرات را در سوگواری این عزیزان یادآور می شوند. درباره سال 2020 چیگیم، یکم اینکه در سوال نمی‌گنجد سال، دیگر اینکه اینقدر دوستای نازنین، اینقدر هنرمندا و اینقدر عالما و اینقدر هنرپیشا و اینقدر شاعر و نویسنده و عالما از بین رفتن که هر کدامش برای ما یک عالم بود، یک عالم. و دیروز که ما از گلنظر صحبت می‌کردیم، گفتن که فردا باید که جواب شود، باید فردا بیاد به خانه‌اش. اما وقتی که ما درباره اون گپ می‌زنیم که باید فردا به خانه‌اش بیاید، همونجا و علاقه دو روز نگذشته از رحلت جمشید اسماعیل خبردار شدیم. جمشید چند روز پیش برای من با واسطه مارخسار سلام فرستانده بود از بدخشان و گفته است که حالم که خوب نیست، سفر کاری داشته است. و امروز من میشنم که جمشید هم ما را ترک کرده است. برای من رفتن جمشید، جورابیک، نظری، گلنظر، کلدی، جمشید اسماعیلوف بسیار یک فاجعه بزرگ است. فاجعه برای ملت هم هست، اما برای من که اینا دوستای همیشگی من بودن. در پیش چشم من جمشید همراه جورابیک، حتی گفته میشود که در آشخانه خانه ما بسیار آهنگ‌هاشون ایجاد کردن و بسیار آهنگ‌ها سرودن و ما همراه سفری هنری هم داشتیم در وقتی که مردم بسیار خواستگار سرودخوانی و ترانه‌خوانی ما بودن. شعری گوید که عاشق نیستم، دنیا همه غمخانه است و افغانستان رفته بود با واسطه جورابیک و احمد باید سرود بسیار دوست می‌داشت، می‌خواست که برای خودش این سرود بگیرد و اجرا کند. در مسئله جمشید باشد، من توضیح اختصاصی دارم که ما یک سفر هنری داشتیم و یک سفر ادبی داشتیم در جشن مولانا و تبریز و ایران. در مهمانخانه به نام شهریار، استاد شهریار ایستاده بودیم و جمشید دید که پیانو است اونجا ایستاده است، رفت سر پیانو نشست و منم رفتم پیشش ایستادم. در مهمانخانه باز بود. در یک لحظه جمشید از اون ترانه دوران خیلی جوانی ما سر کرد
کوچه های شام تبریز هر کسی که بود وارد این مهمانخانه شد و مهمانخانه پر آدم شد. آدم های شناس ناشناس همه جمشید را گوش میکردن، همه کف میزدن، همه خواهش میکردن که جمشید براشون یک چیز دیگر بکنه. اینا هنرمندای بودن که مکتب دیده بودن. جمشید هم مکتبی استادش جورابک نظری را دیده، هم مکتبی اساسی هنرمندی را خونده بود، مکتب هنرهای زیبا را. و همچنین هم میخوام بگم درباره جورابک مکتبی واقعی، مکتب بسیار عجایب خودش را تشکیل کرده بود. موسیقی که جورابک نواخته میتوانست من خیال میکنم که با هیچ کس دیگر بعد ممکن در نتیجه آهنگهای جورابک ایجاد کرد. و وقتی من در اون است که جورابک از شعرهای من آغاز کرد، جمشید از شعرهای من آغاز کرد. من ببخشید که من میگم، اما با افتخار من میگم که امروز من با من نیستم، اما ترانه های من و آهنگ های من همه خیلی با نظرم چنین میرسد که اونها را در چشم من و در چشم وطن و چشم ملت زنده نگاه می‌دارد. درباره گلنظر باشد، اگر گلنظر ما هم را در دانشگاه خواندیم، اونا پیشتر بودم و بعدتر در یک محفل ادیبان جوان یونیورسیته که بعد من 5 تا راهبرش بودم، ما با هم تلاش میکردیم، کوشش میکردیم، بعضی شعرهای نومون میخواندیم. در همین زندگی پرپیچ و تاب کوتاه ما قدر حادثه و واقعه از سر ما گذشت که اینا همش در آینده کتاب و شاعر و استعداد میخواهیم. اما رفتن گلنظر البته بسیار بسیار از تلفات بزرگ است. رفتن جورابک اصلا تلفاتی هست که نابودنی. رفتن جمشید هم از تلفات هر است، چون که جوانتر بود، میتونست بیشتر کار کند. سرودهای نخوانده بسیار داشت، در دانشگاه هنرهای زیبا درس میداد و ما فکر می‌کنم خوش به حال شاگردایی که درس جمشید گوش می‌کردن، برای که از بچه بسیار شوخ طبیعت، از آدم بسیار مهربان، از این مثلا سخنهای پست و بالا و چیزا دور بود. و من خیال می‌کنم که این از بین رفتن این 3 نفر، خب همه اونهایی که از بین رفتن و قیمتشون به جای اونها رشته گرفته نمی‌کنن، اما این 3 نفری که دوستای من بودن، این 3 نفری که مثلا زندگی من با اینا پیش برده بود، ایجادیات من با اینا پیش برده بود، برای من درد جانکا هست و این دردی هست که خیال میکنم که میشه دل من میسوزه. اینا جمشید هم میخوام و یا که سرودی میروم هرگز من آیندگر، در همون فصل که این سرود هم درست من دوست من جورابک از شعر من ترکت نوشته، وقتی که باید میخوام این سرود تمام عاشقان همون فصل و این شعری که مثلا من میخوام اگر که آخرین بار همراه جمشید اونم ما درست کردیم، چون که گم شده بود، شعری نماز شام من دلها چراغا بسوزم از عذاب درد هجران، کجای چراغ منزل من و بزم کیست به حال فروزان، چرا این شب عزیزم دیر کرد مرا از زندگانی سیر کرد. همین سرودا را باید شان مانید و روح پاکشان سنا میفرستانم. انسان‌های خوشبخت بودن که صداشون در فضای وطن ماندن، در فضای خاطر ما ماندن و من بسیار میخواستم که در همین روزهای بسیار سخت برای ما، برای مخلصان، برای دوستان، برای همکاران و همکسبان، من میخواستم که صدای اینا بیشتر در پخش شود در هوا، تا که روح اینا با نور پرواز میکنه. و قول فروغ فرخزاد تنها صداست که میماند، آره تنها صداست که میماند و بگذار این صدای ماندنی اینها دلهای ما را گرم کند و غمهای ما را دور کند. روحشان شاد باد، منزلشان آباد باد. و وقتی که سرود ملی هر وقت میخوانن، من فکر میکنم که روحی گلنظر شادی میکند و زنده میشه. این شعر به همه آنهایی که از این وبای دهشتناک، از این بلای آسمانی رفتن مرتب گفتم، این شعر همه آنها بخشیده می شود. در این حالت هر کس خودش هر خیر نگاه داشت، حتی در همون شرحهایی که از پایین همین مرگ ایشان بزرگان من میخونم، میبینم که بعضی آدمای ناقص در همین جهان خودشان ناقصشون نشون میدن، برای همین در شعر یک اشاره‌های همین جهت میگویم. گفتم که نوا از هر نیستان دارم، نوا از هر نیستان دارم امروز، عزای مرگ یاران دارم. ره سیل اجل را کی توان بست، خطر از مرگ باران دارم. سر آواز آتش را بگیرم، جران زخم سوزان دارم امروز. رقی
رقیبان از تبار خود شکستان، رقیبان از تبار خود شکستان، حسودان از قریبان دارم امروز. وفا را داد باید داد برباد، جفا از بت پرستان دارم امروز. سر دل در گریبان قیامت، قیام شور و هذیان دارم امروز. بجای آیه های آسمانی حقارت از حقیران دارم. درباره بگذار گدا باشم، در خاکی وطن باشم، در بند جفا باشم، در خاکی وطن باشم. بگذار که غم بینم، سر درد و علم بینم، از فجر جدا باشم، در خاکی وطن باشم، از فجر جدا باشم، در خاکی وطن باشم. گر یار شود دشمن، مهرش بکند از من، محروم وفا باشم، در خاکی وطن باشم. بگذار گدا باشم، در خاکی وطن باشم. بگذار گدا باشم، در خاکی وطن باشم. پروانه کنم از درد، رنگم همه گردد زرد، محتاج دوا باشم، در خاکی وطن باشم. با قامتی خم خوردم، بارم نتوان بردم، در دست عصا باشم، در خاکی وطن باشم، در دست عصا باشم، در خاکی وطن باشم.
هرچند کشم خواری افتم برهی زاری رازی زی خدا باشم در خاکی وطن باشم بگذار گدا 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 باشم. عزیزان، مرگ نابهنگامی سراینده جوان، خوش ذوق و خوش صدا، ناتکرار و محبوب صنعت تاجیک بهرام غفوری دل هزاران مخلصان و مهاجران را زخمی کرد. ما صحبت داشتیم با مؤلف ترانه مهاجر بچه، خبرنگار فخرالدین خالبک، که با تخلص فرهاد میلاد ترانه می نویسند. بیایید فشرده را از این صحبت یک جا بشنویم. فرهاد میلاد در سوگواری و تولید این ترانه. خب قصه من و بهرام، قصه ما یک قصه شیرین همکاری برادری خیلی دروز است. 18 سال رسا، طور میگویند یاد باد آن روزگاران یاد باد. ترانه مهاجر بچه شاید بهترین ترانه بود که از همکاری ما بیرون آمد. یگان قصه خاص نداشت. خب سال 2007 بود و من در فکر یک ترانه که مردم مهاجر را دعوت کنم در جشن نوروز با ما در تاجیکستان باشند. میخواستم چنین یک ترانه داشته باشد، چنین ترانه آماده کنم. واقعا نبودن آنها یعنی مهاجرین در چنین یک جشن ملی و رمزی خیلی دردآور بود و حالا هم هست. ماه می سال 2008 بود، من دقیق در یادم هست. نو ترانه های جدیدم شرابی و دلم امشب ترانه میخواهد را بهرام جان پسندیده پشت تنظیمشان شده بود. به فضل خداوند در یک روز همین آهنگ و ترانه مهاجر بچه در ذهن من شکوفت و من سیاه‌نویسش را به بهرام پیشنهاد کردم. هیچ تصور نمیکنید که چقدر پسندش آمد و بدون هیچ بحث و اندیشه من و او و ماشینش سوار شدیم و رفتیم پیش تنظیمگر بختیار بیگی جان. ترانه به بختیار هم پسند آمد و فکر میکنم او تمام کار و بارش را یک سو گذاشت و پشت تنظیم آن شد. می شود گفت که من وقتی تنظیم مهاجر بچه را گوش میکنم تا به حال اونقدر غیر عادی است، اونقدر شیرین و اونقدر ناتکرار است که فکر میکنم در همون حال و هوایی که من بودم و بهرام هم بود، بختیار هم وارد شده بود. از این خاطر اون چه این ترانه دارد واقعا زحمتی همه ما بود و همه ما نه فقط سرش زحمت کشیدیم بلکه با یک مهر، هرچه مهری که داشتیم در همین ترانه جایگیر کردیم. خب که به طور خودش من اون وقتی که می نویستم و آهنگ میکردم، بختیار وقتی که تنظیم میکرد و بهرام وقتی که می سرایید اون را اجرا میکرد. خطا نکنم حتی از تولید تا انجام تنظیم و خواندن مهاجر بچه اگر خاطرم فریب نکند همه وقت 10 روز وقت صرف شده بود. خب این که چه موفقیت داشت خودی مردم میدونند. عجب روزهایی بودند، عجب روزهای. پس از رفتن بهرام اون روزها را من زیاد یاد میکنم
و دلم برایش خیلی تنگ می شود. بسیار یاد میکنم. خداوند برای این آوازخوان ناتکرار از بهشت برینش جای داده باشد. آمین. هموطنانی عزیز، این بود چکیده در سوگواری شاعر و سرایندگان از رادیوی مهاجر. یادی گذشتگان بخیر باشد. در دیده ها بودند، به دل ها رفتند. بگذار خانه آخرتشان پرنور باد. اینک برنامه را با صدای جذاب و دردآشنای شادروان بهرام غفوری اتمام بخشیم. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن. آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن. آی بیا جای تو خالیست. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن. آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن. آی بیا جای تو خالیست. نام آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلای دست و قدی خم زده تو. در بزم وطن چرخ زند شیر و ترانه، چنگ و چهانه، الا گل دانه دانه. در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن. آی بیا جای تو خالیست. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن. آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن. آی بیا جای تو خالیست. در جمعی بچه هات همیار با وفات، در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی. چشما برهت شد شده مردی زرفشان، نام آوری خطلان، نام داری بدخشان. در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن. آی بیا جای تو خالیست. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن. آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن. آی بیا جای تو خالیست. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن. آی بیا جای تو خالیست، در